55 روز انتظار و اعتراض از بهر رهایی عبدالرؤوف کودک 9 ساله از چنگ آدمربایان، اما تلاش‌های اداره محلی بلخ تا کنون بی ثمر مانده است. در ادامه اعتصاب و اعتراض بستگان عبدالرؤوف، رحمت الله نبیل نیز از بهر همصدا شدن با معترضان امروز به مزار شریف آمده است. آقای نبیل از شهروندان می‌خواهد که برای رهایی این کودک از چنگ اختطافگران به دادخواهی بپردازند. پاک ځوانانو باندې غږ کوم که غواړو چې ملت جوړ کړو، لاړ شو د یو باثباته یو باصلابت افغانستان ولرو او باصلابت ملت ولرو، باید دادخواهی، عدالتخواهی تقسیم نکو، قومی نکو. در رقم چې علی وزیر خپل اډو بازو ګڼو، ترکمن زموږ بل بازو دی. ظاهراً این خواست آقای نبیل با واکنش مسئولان محلی بلخ روبرو شده است. معاون والی بلخ هرچند از پیشرفت‌ها در این قضیه خبر می‌دهد، همچنین از سیاسیون می‌خواهد که از این پرونده بهره‌گیری سیاسی صورت نگیرد. توقع ما این است که سیاسیون ما از این فرصت استفاده نکنند. اونا باید در پهلوی نظام و حکومت به خاطری که ما دست اختطافچیان و دست چپاولگران و فاسدین قطع کرده باشیم، باید اونا حمایت بکنن از برنامه‌های نظام و حکومت. اما خانواده و بستگان این کودک که در برابر درب مقام ولایت از 1 ماه به این سو خیمه تحسن برپا کرده میگویند که تاکنون از رهایی عبدالرؤوف خبر نیست. آنان عملکرد نهادهای امنیتی برای رهایی فرزندشان و نیز شناسایی عاملان این رویداد را پرسش برانگیز می‌دانند. با والی صاحب 3-4 دفعه با والی صاحب دیدار داشتیم، یک 2 دفعه هم برای معاون والی دیدار داشتیم، اما دیدار را کدام مشکل ما را حل نکرده. مشکل باید حل شود. اینقدر دیدارا چی فایده؟ آیا نهادهای کشفی و امنیتی اینقدر ناگزیر است که یک طفل معصوم 9 ساله که برای تعلیم و تربیه میره او را از چنگ آدمربایان آزاد کرده نمیتونه؟ اخیراً میزان جرم‌های جنایی به ویژه آدمربایی‌ها در ولایت بلخ افزایش کم سابقه‌ای یافته است.